دوستان عزیز، درود بر شما. در چند هفته اخیر شاید این برای چندمین بار هست که من به عنوان یکی از برگزار کنندگان این تجمع هفتگی سه‌شنبه‌های اعتراضی پشت بلندگو میرم و توضیح میدم که خوشبختانه برای حمایت از مردم ایران گروه‌هایی در شهر در حمایت از سلطنت و یا جمهوری خواهی و همچنین گروه‌های دیگر تجمعاتی برگزار می‌کنند. ولی این گروه گرد همایی هفتگی ادامه تحصن 700 روزه و جنبش ناتمام زن زندگی آزادی است و نفی احکام اعدام و حمایت از جنبش‌های آزادیخواهان مردم ایران و ربطی به هیچ کدوم از اونها نداره و خوشبختانه همونطور که می‌بینیم طیف گسترده‌ای از آزادیخواهان هم در اون شرکت میکنن و همکاری میکنن. حال که صحبت از آزادی و آزادیخواهی شد، اجازه میخوام که نکاتی رو خدمتتون عرض کنم. ما امروز اینجا ایستاده ایم مقابل سازمان ملل و نام آزادی را فریاد میزنیم. اما من با مشت گره کرده اگر فریاد بزنم آزادی آزادی آزادی، شاید اکثریت اون رو تکرار کنن. اما شاید اگر شجاع باشیم و حقیقت رو بگوییم، آزادی فقط کلمه ای نیست که فریادش بزنیم. آزادی یک تعهد اخلاقیه، تعهدیه که شاید برخی از ما هنوز از اون فرار میکنن. ما از آزادی حرف میزنیم، اما وقتی نوبت به زندانیان سیاسی میرسه که عقیدهشون شبیه ما نباشه، اگر زبانشون زبون ما نباشه، اگر گذشتهشون مطابق میل ما نباشه، گاهی به راحتی برایشون آرزوی مرگ میکنیم. این آزادی نیست، این انتقام است. این بازتولید همون منطق سرکوبیه که جمهوری اسلامی با اون طناب دار رو دور گردن انسان‌ها میاندازه. نمیشود همزمان مخالف اعدام بود و برای زندانیان سیاسی هر که باشد با هر عقیده‌ای آرزوی مرگ کرد. نمیشود همزمان مدعی آزادی بود و حق زندگی مخالف خودمون رو انکار کنیم. اگر آزادی فقط برای همفکران ماست، اسمش آزادی نیست، اسمش انحصار است. آزادی دقیقاً از همون جا شروع می شود که ما به یک عقیده مخالف اجازه اظهار نظر بدیم. ولتر، فیلسوف قرن 18 که شاید خیلی از شما میشناسین، فرانسوی بود که مخالف عقاید و روش کلیسای کاتولیک بود و حمایت از آزادی مذهب، آزادی بیان، جدایی دین از سیاست میکرد. جمله معروف رو بهش نسبت میدن. اون میگه من با آنچه میگویی مخالفم، اما حاضرم جانم را بدهم تا تو که مخالف من هستی بتوانی عقیدت را بگویی. نباید تبدیل به انسانی شویم که بگوییم آرزو میکنم که نابود شوی و نتوانی حرفت را بزنی چون هم نظر من نیستی. باید همه ما پرسشگر باشیم. اگر شعاری به نظرتون حتی در اینجا جالب به نظر نمیرسه، مخالفش هستین، وظیفه دارین که اعتراض کنین. در یک راهپیمایی دیگر در داخل شهر، کار نداریم کدوم بود، عده‌ای شعار نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران میدادن. عده‌ای از دوستان آمدن گفتن این با حقوق اینترناسیونال سولیداریته تضاد داره، شما نباید اینو بگین. برگزار کنندگان این رو قبول کردن و ترتیب اثر دادن. شما اگر در تجمعی مثلا مرگ برنده جایزه صلح نوبل رو آرزو میکنند یا دیگر کنشگران از پشت بلندگو فریاد میزنند، اگر موافقید که بسیار خوب ادامه بدین، دوستانتون رو من براتون ببرین، ولی اگر مخالفین وظیفه دارین که اعتراض کنید و به اصطلاح سیاهی لشکر نباشید. ما امروز اینجا درباره آزادی فریاد میکشیم، اما آزادی فقط دفاع از صدای همفکران ما و یک قفس طلایی بزرگ نیست، چون قفس هر چقدر پرزرق و برق باشه در نهایت قفس است. آزادی یعنی ایستادن کنار
حق گفتن کسانی که شاید هیچ اشتراکی با عقاید سیاسی ما نداشته باشن. ما نمیتوانیم همزمان مدعی آزادی باشیم و در عین حال برای آزادی زندانیان سیاسی که عقایدشون رو نمیپسندیم آرزوی مرگ کنیم. به هیچ وجه قصد ندارم، اینو تاکید میکنم، به هیچ وجه قصد ندارم که مقایسه انجام بدم، ولی بعد از جنگ جهانی دوم در همین اتریش هیچ کس حاضر نبود که به گردن بگیره که در تجمعات عظیم شرکت کرده و هورا کشیده. اجازه بدهید در پایان صحبتم نظر خودم رو درباره مصاحبه اخیر خانم مسیح علی نژادم بگم، چون مورد اختلاف بسیاری از دوستان اینجا بود. شاید من خودم در همه عقاید لزوما با او هم فکر نباشم، چون تفسیرهای زیادی در همین گروه شده. میگم که او اظهار داشت از عقیده من که در ادامه خواسته و حرکت مردم ایران هست و این همون روح نظریات ولتره. شنیدن صدای مخالف رو تفسیر کرد. در انتها میگه هر کسی، تاکید میکنه هر کسی وظیفه رهبری را به عهده میگیره باید یک قدرت را داشته باشد که قسمت بزرگی از اپوزیسیون رو با ایده های خودش هماهنگ کنه و بتونه قدرت جذب داشته باشه، نه قدرت دفع. دوستان، ما اینجا مانند هفته های گذشته باز میاییم میگوییم نه به اعدام، نه به قتل دولتی، نه به گرفتن جان انسان، حتی انسانی که شبیه ما فکر نمی کند. اینجا ایستاده ایم تا بگیم جان انسان خط قرمز ماست و آزادی بدون دفاع از حق مخالف یک دروغ پرسر و صداست. درود بر همگی شما. زن، زندگی، آزادی.